سلام بینندگان عزیز، اخبار آزادی را با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان تقدیم شما میکنیم. عبدالله اشروف هستم، همراهتان. سلام. در برنامه امروز 17 مارس این موضوع ها را داریم. بنزین نیست، مشکلی کمچینی مواد سوخت در تاجیکستان عمیق‌تر می شود. ویدیوی حق تلاشی کشاورزان واسه سبب بازپرسی آنها شده است. همین آدمایی که زمینا را گرفتن عموما در همین جنه سهم دارن، نکار کردن. اول پول بعد برق. تاجیکستان با یاری مالی بانک آسیای رشد اصول پیش پرداخت برق را جاری می کند. ساکنان نگرانند. وقتی پول به دستم افتاد پرداخت میکنم. در تاجیکستان مشکل کمبود بنزین عمیق‌تر می شود. مشاهده های خبرنگاران رادیوی آزادی در چندی از نقطه های فروش مواد سوخت امروز در شهر دوشنبه معلوم کرد که اکثر فروشگاه ها بنزین ندارند. با جز از شرکت روسی گازپروم نفت که به فرق از هفته های قبلی بنزین را با نرخ گرانتر 8 سومانی و 60 8 سومانی و 80 درم می فروشد. تفصیلات در گزارش همکارانم امردین علیموف و مولا رجب یوسفی از شهر دوشنبه. آخرین لیتر بنزین در اینجا فروخته شد و نرخنامه دیگر الحال در کار نیست. در آگهی های نقطه های دیگر فروش سوزشواری هم جای نرخ بنزین خالی است. بنزین در نیم ماه اخیر کمچین و گران شد. ما امروز 10 فروشگاه سوخت را گشتیم، اما هیچ کدام آنها بنزین نداشت. قیمت شدن بنزین الکی بر راهگیرا تاثیر کرده است. مثلا پولا 40 سومون و میرفتن آزیر از نرخ و نوا قطعی 50. این وابسته از نرخ نوای بنزین گفته. راننده ها چی میگن سبب قیمت چه؟ سبب قیمت چه رو در سوزشواری میاد. راننده ها هم میگویند بالا بردن راهگیرا از ناچاری است، چون نرخ پیشینه خراجات را نمیپوشاند. بنزین به دل مفر بود. مثال با نیم بنزین میکرده میگشتیم دارم. حاضر نمیتونی هم 5 لیتر میرزه مثال که اما زوادی شوا سهرا ماشینمون با گاز میگردیم. برای همون کلینت هم خیلی میشود که جان مثال خود مثال بغیر ما اگر 50 60 سوماره مگر اون 60 70 سو مشکلی برای پکریات نمیکنه که جان آخر سوزش بره قیمت چی لگه. حالا در دوشنبه قریب که تنها نقطه های شرکت گازپروم نفت تاجیکستان به رانندگان بنزین پیشنهاد میکنند، آن هم با نرخ گرانتر از روزهای قبلی و قریب 9 سومانی. این شرکت روسی که از وارد کنندگان اساسی مواد سوخت به تاجیکستان است، تا حال سبب بالا رفتن نرخ بنزین را شرح نداده است. رادیوی آزادی به این شرکت مکتوبی رسمی برده منتظر پاسخ است. ضمناً زمانی که ما از دفتر مرکزی گازپروم نفت در دوشنبه دیدن میکردیم، مسئولان خدمات ضد انحصاری آنجا را تفتیش میکردند. دفتر مطبوعاتی خدمات میگوید با سنجش بازار سوزشواری آغاز کردند تا سببهای اصلی قیمت و کمچین شدن بنزین را روشن کنند، ولی حالا آینده نرخ ناروشن میماند و معلوم نیست که کی بنزین دوباره فراوان میشود. مولا رجب یوسفی، امردین علیموف، آزادی دوشنبه. چندی از کشاورزانی که از محروم شدن از پارچه های زمینشان اعتراض کرده بودند با بازپرسی مقامات انتظامی دعوت شدند. هفته قبل یک گروه از کشاورزان از آنکه که سهمیه هایشان در خواجگی دهقانی در ناحیه واسه به آگاهی آنها به شخص دیگری داده شده است، جمع آمده اعتراض کردند و یک پارچه نوار از این اعتراض ها به شبکه های اجتماعی راه یافت. این نوارها دسترس رادیوی آزادی هم شد و همکارم میرزا نبی خالقزاد این موضوع را دنبال داشت و حالا با ما در استودیو است. میرزا نبی، آنهایی که اعتراض کردند از کجایند و چگونه از زمین خود محروم شدند؟ ببینید عبدالله، بحث بر سر خواجگی عبدالسلام در جماعت به نام خدای رجب فی ناحیه واسه می رود ولایت ختلان. ساکنان ناراضی میگویند در گذشته در این زمین ها سهم داشتند و از حساب کشت گندم روزی خود و عائلهشون رو پیش می بردند، اما بیخبر از آنها از سهم محروم کرده شدند و آنها امیدوارند که پرزیدنت کشور به مشکلی آنها رسیدگی میکند. ای پرزیدنت محترم امام علی رحمان، التماس میکنیم که با داد همه خلق پوچکنده، خلق کمبغل برسه.
و مالک حاضر زمین که از او جمال الدین اکراموف برادر یکی از منصبداران تاجیک نام برده می شود در این قضیه تاثیرش را نادیده نمی گیرند. گفته است که خواجگی آنها تخمی پروری است و برای کشت و کار ساکنان نیست. اما در یک سال اخیر چگونه ساختار خواجگی عوض کرده شده است و سهمدارانش بیخبر ماندن معلوم نیست. پس از اعتراض ساکنان تبریک که دیدیم و پیدا شدن نوارها در شبکه‌های اجتماعی، مقامات چندی از شرکتداران آن را به بازپرسی دعوت کردند. خب میرزا نبی، مقامات از ساکنان چی پرسیدند؟ سبب این بازپرسی چی بوده است؟ بله عبدالله، سالها از این قرار بودند که مقصد شما از نشر کردن نوار چی بوده است و کی این لحظه ها را به نوار گرفته است و در پس این اعتراض ها کی ایستاده است و این چند و چون را از آنها پرسیدند. خب میرزا نبی، مقامات در این باره چی میگویند؟ آیا از این مشکل ساکنان خبر دارند، رسیدگی میکنند؟ بله، همین مسئله را از رئیس ناحیه جناب شربت الله عزیزالله پرسیدیم و صحبت تلفنی با ما گفت که بحث سر آن است که مردم دعوت دارند زمین خواجگی تخم پروری تقسیم کرده شود، ولی بر اساس قانون برای تجدید خواجگی تخم پرور باید قرار مخصوص حکومت براید. در دوره قانون ما دیده برآمدیم، هر یک کدامش همون کارمندای کمیته زمین سازی و شخصای علاوه رفته دیدن، شخصای اقتصادی رفته دیدن، سهمش عمیق کردن، همون زمینایی که مطابق به همونای سهم همونای جدا کرده دادن تا یگان چاراندیشی شده. طوری دیدیم در حالی که رئیس ناحیه میگوید که مسئله را حل و فصل کردند، اما ساکنان جماعت به نام خدای رجبوف میگویند به آنها وعده دادند که بعد از جشن نوروز حقشان را برمیگردانند و خواجگی عبدالسلام در حدود جماعت به نام خدای رجبوف ناحیه واسه جایگیر است. میگن در آنجا 3 بریگاد فعالیت دارد که در هر 3 بریگاد از آنها از 30 تا 50 نفر کار میکنند. تشکر برای صحبت و امیدوارم مشکل ساکنان حل شود. سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها. چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمینه یا اپ ما را بگیرید. در سوریه که از جنگ داخلی آن 10 سال سپری شد، مردم در ادلیب آخران تکیهگاه مخالفان دولت از یک دهه زندگی آمیخته با خونریزی و محتاجی یاد می‌آورند. گزارش صدای آمریکا را در این باره همکارم طاهری سفر تقدیم می‌کند. تسنیم حسنی 11 ساله و اویلش 1 سال پیش از روستای در شهر ادلیب گریختند چون نیروهای حکومتی این تکیهگاه آخرین مخالفان را بمباران کردند. حالا اینجا 23% اهالی 17.5 میلیون نفری سوریه زندگی می‌کند. آنها 8 اردوگاه را گشتند تا جای برای اقامت یابند. دیگر اردوگاه‌ها جای درست و آب نداشتند. منتظر می‌شدند باران بارد تا برای پخت و پز و نوشیدن آب بگیرند. در نهایت اردوگاه با آبی درست و کمک‌های بشری یافتند، ولی کمک‌ها حالا بسیار کم شدند. آنها گاهی وسایل بهداشتی می‌دهند، ولی به ما لازم نیست. ما برای کودکان پامپرس و شیر و خوراک احتیاج داریم. ما خوردن می‌خواهیم. 2 ماه باز است کمک غذایی ندادند. تسنیم زمانی پیش از جنگ را در یاد ندارد، ولی یادش هست که تقا مادر کلان 2 پسر خاله دوستان عائله و حالا امیدش را از دست داده است. من آرزو داشتم که به دهه برگردم و شاد زندگی کنیم. پیش از آن بود که خانه ما را ویران کردند، ولی آرزوی پوچ است چون همه چیز همین گونه خواهد ماند. او میگوید وقتی به روستا حمله کردند پدرش را یکی از اختیاریان گروه نجات بخشان کلاه سفیدان نجات داد. این گروه در مناطق زیر نظارت مخالفان فعالیت میکند. ابراهیم محمد از سال 2014 در گروه کلاه سفیدان کار میکند و میگوید از زیر خانه‌های بمباران شده مرده و زنده های بیشماری را بیرون کشیده است. مثل هموطنان زیادی دیگرش از خانه محروم شد ولی ناامید نشده است. ما در شمال با آزادی، شرف و در سرزمین خود زندگی میکنیم. مردم زیادی را تلف دادیم. از هر عائله 1 نفر هلاک شده است. جنگ در بسیاری از مناطق سوریه به پایان رسیده است و تحلیلگران رئیس جمهور بشار اسد را غالب این جنگ مینامند. اما گروه‌های اسیانگر شهر ادلیب و اطرافیان را در دست دارند و بسیاری از مردم محلی میگویند با جای زیستن در منطقه‌های زیر نظر حکومت
به فرار یا مبارزه برتری می‌دهند. جنگ در سوریه با گذشت 10 سال از آغازیان با درگیری‌های پراکنده و بحران بشری خاتمه نیافته است. پارلمان تاجیکستان سازشنامه گرانتی و یا کمک بلا عوض با بانک آسیای رشد را در حجم 105 میلیون دلار برای رشد بخش انرژتیکا تصویب کرد. در نظر است از این پول همچنان 400,000 حسابکنک‌های برقی که با اصول پیش پرداخت فعالیت می‌کنند در منزل‌های ساکنان نصب شود. درباره شرط و شرایط گرانتی بانک آسیای رشد در پارلمان چیزی نگفتند، اما معلوم است همه گرانت‌های بانک آسیای رشد به شرط بالا بردن نرخ نیروی برق داده می‌شود. ساکنان در تاجیکستان به نصب حسابکنک‌های نو و بالا بردن نرخ نیروی برق چی نظر دارند؟ گزارش تلویزیونی نسته شفری را محمد وفا رضازاده تقدیم می‌کند. محبت، یک زنی بازنشسته از دوشنبه، به حساب میانه معادل $15 در ماه پول برق را پرداخت می‌کند. نصف از این پول را او از نفقه‌اش که تقریباً $30 و یا 340 سامانی است می‌پردازد. قرض باقی مانده پول برق را او از پسرانش گرفته پرداخت می‌کند. اگر او در آغاز ماه پول برق را از حساب نفقه‌اش پوره بدهد و پول باقی مانده او خوراکواری و دارواری خریدن نمی‌تواند تا زمانی که فرزندانش معاش گیرند و به او یاری رسانند. من نمیتوانم سری وقت پول برق را دهم. وقتی پول به دستم افتاد پرداخت میکنم. با گفته او نصف از ساکنان بنا در پیدا کردن مبلغ برای پیش پرداخت کردن پول برق مشکلی میکشند. اگر بر ضمن این مقامات نرخ برق را هر سال بالا برند، ساکنان مجبور میشوند در آتشدان خوراک آماده کنند. در بیرون آتشدان خوراک میپزیم. در ده چیکار کنیم دیگر؟ همون گونه‌ای که در ده خوراک میپزند ما هم در شهر همین خیل میکنیم. 30% اهالی پایتخت فقیر است و در پرداخت حق خدمات کامونالی مشکلی میکشد. با وجود این، وکیلان پارلمان تاجیکستان اخیراً گرانت $105 میلیون بانک آسیایی رشد را برای تجدید خطهای برق و نصب حسابکنک‌های برقی که با اصول پیش پرداخت به ساکنان برق می‌دهد تصویب کردند. تاجیکستان قبلا هم در ناحیه‌های علاهیده چنین نظام فروش برق را جاری کرده بود، اما تجربه در چند ناحیه نشان داد که این سیستم چندان پرثمر نیست. یکی از شرط‌های اساسی جدا کردن کمک بلاعوض به تاجیکستان بالا بردن نرخ برق است، اما در اجلاسی پارلمان در این باره چیزی گفته نشد. انجام کارهای زیر از جمله نصب زیاده اساس 98,000 تجهیزات‌های حسابخانه الکترونی برقی، 1,692 کیلومتر راهروهای بلندپوشیده برقی، 264 عدد ترانسفورماتورهای بلندپوشیده و جاری نمودن نظام معاصر نظارت و اصطلاح بین نقشه گرفته شده است. با گفته وکیلان و وزیر مالیه، اجرای طرح با پول‌های گرانت باعث کم شدن تلفات برق در خط‌ها می شود. سال گذشته میزان تلفات برق 16% بود. اصول پیش پرداخت و گفته مسئولان مشکلی سری وقت پرداخت نشدن حق استفاده برق را از بین میبرد. اما اقتصاددان حاجی محمد عمروف میگوید با موفق شدن این طرح چندان باوری ندارد. گرانت چندین میلیونی را در پس منظر لیمیت و محدودیت انتقال برق در کشور به تاجیکستان جدا کردند. مقامات تاجیکستان در فصل زمستان اهالی را دائما با نیروی برق تامین کردن نمی توانند و حالا معلوم نیست که لیمیت برق کی به کار کرده می شود. بیننده ارجمند، این مطلب آخری برنامه امروز بود. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. اخبار و گزارش های دیگر را در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org می توانید مطالعه کنید. گزارش های ویدیویی در صحیفه آزادی ویدیو در یوتیوب گذاشته شدند. تا ملاقات در نشرهای بعدی، خدا نگهداری هر یک شما عزیزان باد.